داریم میریم لاله های قرمز عنکبوتی ببینیم و کی باز مثل همیشه دیر کرده. مثل همیشه مدیسا دیر کرده. وای خدا 20 دقیقه دیر میرسم. همه جا این بنراشو زدن. امروز آخرین روز فستیوالشه. الان یه دونه آبی شو دیدیم. یعنی نمیدونم طبیعیه که Is it normal to have blue? Yes. Oh, it's fake. It's fake. ای بابا سرمون کلا رفت. کلک. It's half blue. آره خب خیلی دیر کردم و دوستم یکم ازم عصبانی شد. خدا قسم من همیشه دیر نمی‌کنم. نمیدونم چرا سر قراره مهم دیر می‌کنم. Do you need to charge? Okay, then let's go. من فکر کردم این گله ها برای ژاپن ولی دوستم برای چینه گفته چینم گله رو دارم. من نمیدونم ولی اصلش برای کجاست ولی که خیلی خوشگله. من فکر کردم اینا سمی هم ولی تازه فهمیدم که سمی نیستن ولی نمیدونم چرا هر موقع میخوان معنی درد و یا مثلا ناراحتی رو بیان کنن مثلا توی انیمیشناشون یا توی فیلماشون از این گل استفاده میکنن معنی مثلا غم از دست دادن و اینا میده. بچه اولین بار توی ژاپن از اینا میبینم که محصولاشون رو گذاشتن اینجا. شما میایید برمی‌دارید پولو میذارید اونجا. تا حالا توی ژاپن ندیده بودم از اینا. میدونستم هستا ولی اولین بار رو میبینم. هرچی میخوایی میایید برمی‌داری و پولشو میذاری اونجا. It's my first time seeing that in Japan. But some stores like that in Tokyo. I think we just need to wait. We can go from there. That one is also getting red. خیلی کار خلافی کردیم با عنوان خارجی ولی تازه قرمز شد. ما اصلا نمیدونیم کجا داریم میریم فقط داریم جمعیت رو دنبال میکنیم. What is that? It looks so cute. Ooh, maybe the game. Because come. The festival انگلیسی و فارسی قاطی کرد. بازیه برای بچه هاست ماهیگیری کنن یعنی ماهیگیری که اسباب بازی گیری. You wanna try? بازارش اینجاش یه ذره حس ایرانی طور. It feels like my country. Ay, خدا خیلی نمید. I never seen that before. The outside. I think these lemons they said it is so sweet. I'm not sure if it's this one. Shuku. It's not sweet. It's a kind of like orange. Are you sure? فکر میکنم این میوهیه که کمان خوردش ولی مطمئن نیستم. گفتن که خیلی لیموهاش خوشمزه است.
اینو میخوام بگیرم ببینم همون لیموی کمان خور. بعد بگیرم. はい、ありがとうございます。今ちゃんと通訳した？素晴らしい。聞いてて。レモンと同じ使い方ね。お、ちょっと待ってくださいね。すみません。いい。シクワサ。シクワサ。900円。ありがとうございます。どこの国？中国から来ました。中国？イランから来ました。イラン？どういう学校？あ、日本人学校？留学生です。あ、留学生？どこの学校行ってんの今？東京デザインの学校。イランと中国。動画撮った大丈夫ですか？あ、カメラ大丈夫。昨日はね、あそこの人来たかな。ブラジルとかね、あとスペインの人がね、やっぱり動画撮ってった。で、それね、動画日本にいてYouTuber でやって、YouTuber やる。何人の？今フォロワー何人？40だけ。あ、なんだ、この間来た人は25万っつってて。この人スペインの YouTuber。じゃあ気をつけて行ってきてね。ありがとうございます。ありがとう。広大のところが。これはコンセプト。いや、あれهرچی آدم میره توی مثلا شهر و اطراف، یعنی نه خود وسط توکیو، مردم خیلی مهربون و گرمتر میشن. توی خود توکیو مثلا خیلی کم پیش میاد اینطوری بیان با ما حرف بزنن. اینم نمیدونم همون میوه کمانه یا نه، ولی گرفتمش، خیلی ارزون بود. چون بهم گفتش که دیروز یه یوتیوبر اسپانیایی اومد فیلم گرفت ازمون، بعد گفت چقدر سابسکرایب داری؟ بعد گفتم تازه شروع کردم 40 تا همش سابسکرایب دارم. گفت اون پسر اسپانیایی که دیروز اومده بود 20,000 تا سابسکرایب داشت. بعد عکسش هم بهم نشون داد. ایشالله ما هم 20,000 تا بشیم. بستنی بلوط، ماچا، ساکورا، انگور، سیب زمینی، هلو. قرار بودش که اول بریم ببینیم اونجا رو، چون گفتیم شاید نور رو از دست بدیم، میخوایم عکس بگیریم، ولی اول میریم غذا میخوریم. بعد این بستنی ها رو من توی ژاپن اولین بار دیده بودم. یه دونه کپسول بستنیه برای همه اونا، میذارن تو ماشین بستنی ساز، بعد مثلا قیفی مثلا میریزنش. یا خدا چه سخیه. برو خدا بریم اول عکس بگیریم. نمیدونم توت فرنگی مانی بگیرم، لوگو ماک، هلو بگیرم یا انبه. ساکورا هم دارن، ماچا هم دارن. وای خیلی سخته. ببینید کپسول رو از اینجا در میاره، بعد میذاره توی دستگاه، بعد مثل قیف چیز میشه. بستنی banana and strawberry. It shows. And the sakura one is there. I think I get matcha. این ستاره ها رو می‌بینی؟ کپسولش قشنگ تهش برچسبش میکن، بعد میذاش توی دستگاه بستنی میداد. یعنی مثلا کلی طعم بستنی میتونست بده بدون اینکه دستگاه بخواد خراب، یعنی کثیف بشه یا کلی دست. خوشمزه است. نمیتونم بگم بهترین بستنی ماچاییه که خوردم، ولی خوبه. اولش توی ذهنم بود How was it? It's cold. Okay.
میگه غلیظه طعمش، ولی من اصلا خودم اصلا غلیظ نیست.パスもスイカペイペイか現金か。こちらどうぞ。はい、お願いします。はい、かしこまりました。スイカ。ペイペイで。نفری 500 ین بود بلیتاش. Wait. They have like like vanilla flavor. درسته که دارن میمیرن ولی خب هنوزم بعضی جاهاش خوشگله. من هفته پیش خواستم بیام ولی وقت براش نداشتم، سر همین دیگه تا امروز، یعنی این هفته چون وسط هفته مدرسه داشتم نمیتونستم که وسط هفته بیام، مجبور بودم وایسم تا آخر هفته بشه. دیگه گلم عمری داره. ای ننه این چقدر نمکه، ای خدا. من میخوام برم اون بالا ببینم بالا چیه. خب هیچی نیست، یعنی انتظار داشتم یک دشت یا رودخانه اینجا باشه. دوستا سال دیگه اول فصلش میام. سفیدا زنده ترن. 白と球根だからチューリップみたいな感じだと思う。当ててないよ。 نگاه کنید عکس یک شخصیتی آورده که اینجا عکس بگیره باش. خیلی این کارو میکنن دختراشو یا حتی پسراشو، مثلا عروسک اینا رو میارن عکس میگیرن و اونو پست میکنن به جای اینکه عکس خودشونو پست کنن. که بیشتر این گلا مردن، فقط یه بخشایی هستن که مثلا خوشگلن، همه میرن عکس میگیرن. یه ذره سخت عکس گرفتن. امیدوارم که عکس‌ها خوب شده باشن. برای کاور میخوامشون. حقیقتا اگه اینا تازه بودن واقعا 2 ساعت راه ارزش داشت که بیاد، ولی چون که اینا مردن دیگه پژمرده شدن. بچه به عکس‌های گوگل مپ اعتماد نکنید. زده بود عکس مثلا 1 ساعت پیش آپلود شده، ولی برای 1 هفته پیش بودم عکسایی که من دیدم. بچه نمیدونم چرا اینقدر بوی دریا میاد. It smells so much like sea, right? اینجا ماتسوری که آره دیگه ماتسوری حساب میشه. بوفای غذاست. تمام. خیلی وقتا تو این جشنواره اینا که میشه اینطوری مردم میان قرفای غذا میذارن. تو رو خدا زنده باشین. 2 ساعت راه اومدم براتون. ای خدا سگ تو کالاسکه بچه. خیلی سگاشون کالاسکه بچه میذارن اینجا. این ننه چقدر داغ نمکی، چقدر داغ شیطونی. اینجا دیگه آخرین قسمتیه که از این گلا هست و بعدش دیگه تموم میشه. کاش که میشد یک خارجی بی ادب بود و رفت اون وسط عکس گرفت، ولی ما خارجی با ادبی هستیم و این کار رو انجام نمیدیم. من گفتم ما بالاخره به یک جایی میرسیم که گلهای زنده داره.
همیشه یه به یک پر لیوان رو ببینید، همیشه باور داشته باشید. فکر کنید اینا الان همه‌شون زنده بودن، بعد یه انگار مثلا کل اینجا مثل اونجا میشد. یعنی هر جا رو نگاه میکردی پر همچین قرمزی جذابی بود. گلا زندن رو پیدا کردیم ولی کی حالا میخواد اینجا عکس بگیره. Look, it's amazing. اینجا قول مرحله آخره که بتونی عکس خوب از اینجا در بیاری. خیلی خوشگله اینجا. این پل پشتش هم نمیدونم میتونید ببینید یا نه. یه خیلی جای جذابیه. یه خوبی که هست داره بارون میاد، شاید مردم برن چون داره بارون میاد، ما که نمیریم. من تا اینجا عکسم در نیاد از جای تکون نمیخورم. بالشو داد ما هم بپوشیم. It's this way, right? Yes. بهش گفتم خجالت نکش ولی حقیقتا خودم خیلی دارم خجالت. And had it. Wait. Now I'm gonna take a photo. Okay. سگ دیدیم. پامریان، بعد لباس هویج کرده بودن تنش، انقدر نمکی بود دوستم ازش فیلم گرفت. و یه سگم بغلش بود، نمیدونم معلوم میشه. حالا ویدیو بهترش خیلی نمکه، حالا ویدیوشو میذارم. و یه سگم بغلش بود تو کالاسکه. و ما انقدر قربون صدقه این رفتیم، گفتیم بذار یه ذره قربون صدقه اینم بریم. دوستم از صاحبش پرسید، صاحبش یه پیرمرده مثلا بگم 80 ساله بود. گفتش که اسمش چیه؟ گفت پی. پی به انگلیسی چیز خوبی نمیشه، اسمش پیچان بود. چان پسونده میذارم بعد اسم. الان اینجا یه دونه بلاگر خیلی معروف دیدیم و من خیلی اینطوری بودم برم باش عکس بگیرم، نرم برم چیکار کنم، خجالت میکشیدم. و دوستم گفت برو عکس بگیر. رفتیم عکس گرفتیم. چقدر بخوام. She's cute. She said to me, "You're cute." I said, "You're cuter." I said, "You're cute." She said, "You're cuter." Yes. I want a nomimono or something. Nomi something? Nomimono. Matcha. It's not matcha, is it? Oh, it's matcha for this flower. Oh my god. It's چای داره. فکر میکنم اینطور که دوستم که چینیه و کانجی میکنه. Tea bag. Do you think it's going to be tasty? Maybe we can try it. It's only the matcha. Oh, it's the matcha. Oh, here. It's the matcha. I'm going to change it. این رامونه است که من فکرم اشتباهی بهش گفتم رامیون که یک غذای کره‌ای هستن. اینجا نوشته رامونه. این یه نوشیدنی خیلی معروف ژاپنیه که توی جشنواره هاشون من فقط دیدم میفروشن. یعنی توی سوپرمارکت و اینا اصلا نمیشه اینو پیدا کرد و من فقط توی جشنواره ها دیدم. و چیز جالبی که راجع به این هستش اینه که اینو که وا میکنی چقدر با یه دست سخته. آریگاتو. درش افتاد تو زمین. It's okay. It's up. It's not down. It's up. اینا میذاره یه تیله توشه. اینا میذاره اینجا. Cute tip. به شام میدی؟ The last time I made it, it boom. I don't know how to do it. Can you do it? ちょっと教えてもいいですか？初めまして。初めてです。お願いします。
Sorry. It's blowing up, so. Yeah, just push it. Just push it. It's not pouring out, so you just. And take care of yourself. Sometimes it's blowing up really. Yes. Push it. できない。できない。 Go. I do it? Yes. Thank you. You want to try it? Yes. Okay. In. Oh, it's okay. Okay. Thank you so ありがとうございます。 much. 列したね。美味しい。So it's not choose Japan. 日本が好きでした。今好き。めっちゃ難しいちょっと。 میخوام بزرگش. خوردنش فیلم گرفتم ولی تیله که میافته توش یه تیله توشه و تیلهشو در میارن معمولا بچه ها Where is the goha? So this is Chinese, right? It's Chinese. もともとは Chinese, and it's change to the maybe そんなに辛くない to the 日本人の口。چون حوصله ندارم زیرنویس کنم گفتش که خیلی تند نمیتونه بخوره برای همین یه چیزی بین ژاپن و چین به نظرش ما توفو نداریم دیگه بعد من هنوزه به طعم این توفو عادت نکردم خیلی دوست ندارم غذاهاشون که توشون توفو میریزن و خودشون خیلی میخورن مثلا شده باشه میریزن توفو رو تو برنج مثلا سرخ میکنن میریزن رو برنج توفو برنج و اینم همین بود توفو بود برنج بود با یه اون سس روش یه چیزی شبیه میسو بود خوب بود ولی خب مثلا چیزی نبود که من بخواد دلم بخواد یا هوس بکنم بخوام بگیرم He didn't work. Me? We're gentle and throw the stone. احساس میکنم انتخاب خوبه برای سنگ نداشتم ولی خب Try one more. عمرن با این نمیشه. Do you want to try one more time? قبلا میتونستم. شایدم قبلا توهم میدادم که میتونم. Not good at it. این دیگه واقعا آخرین امتحانیه که عمرن با این نمیشه. اعصابم خورد شد بریم. خب پس الان میریم که اطراف گفت مغازه‌های دست دومه بچه ما خیلی راه اومدیم تا اینجا 2 ساعت اومدیم گفت بریم مغازه‌های اطراف رو ببینیم و بعد برگردیم به سمت شینجوکو فردا مدرسه داریم ولی خدا رو شکر کلاسمون دیره گلای اینجا تازه ترن تا اونجا بالاخره نشستم و بالاخره سوار اتوبوس شدم آقا من نه صبحونه خوردم صبح یعنی صبح که بیدار شدم صبحونه نخوردم ناهارم نخوردم الان میخوایم بریم سوپرمارکت یه کوچولو بگیریم بخوریم بعدش بریم مغازه های دست دومی که میخوایم ببینیم و ببینیم
Yeah, I'm just doing it like very fast. خرچنگ داره. چه ساندویچای پروپیمونی و چقدر قیمتش خوبه. توی توکیو نصف اینو از سوپرمارکت بخوای بگیری بعد همچین قیمتی بدی. اونیگیری کاراکو. خب اونیگیری ساندویچه. خب پس من اینو میگیرم چون تا الان از اینا نخوردم تو ژاپن. اولین بار بود میدیدم بعد بارکد میزدی تا میذاشتم بریم. دوستمون رفت که بعد این دکمه رو فشار بدیم چون که توی توکیو که نداره واقعا، مثلا جاهایی که خیلی مثلا جمعیت کمه که بخوان رد بشن این دکمه رو دارن که هر موقع حالا کسی اومد بزنن. همینطوری ماشینا وای نستن الکی برای هیچ کس. یه مارکت بزرگه مثل این که بوک آفه. خب بوک آف یه جاییه که دست دوم داره توی ژاپن و همه نوع دست دومی شما از برند بگیر، چه میدونم لویی ویتون، شنل گرفته کیف و کفش و لباس تا کتاب و لوازم خونه همه چی دست دوم داره، مثلا ساز. و الان تازه فهمیدم هرچی خارج از شهر باشه خب این بزرگتر، این شعبهش مثل که شعبه خیلی بزرگه که خواستن اینجا بیا. اینجا خیلی وقتی میگم دست دوم همه چی داره یعنی واقعا همه چی، از کارت پوکمون گرفته昔の本日はようこそハードオフへ。ハードオフでは楽器、オーディオ、テレビにパソコン、携帯電話にスマートフォン、ゲーム機、ゲームソフト、工具などご不要になったものを幅広く買い取り中で。بچه اینا بسکت پوفیفیدن توی دیزنیلند. خب بعد وقتی که پوفیفین میگیری بعضیشون با بسکت مثلا بسکتش هم میگیری تو اینا برای پوفیفین میریزن. بعد چراغ داره، مثلا این میدونم چراغ داره مال تینکر برش. چراغ قیمتش خونه 3000 ینه چون میدونم که تو دیزنیلند بیشتره. این الان برای چیزه الساناه، این کارخونه هیولاس نه همه برای دیزنیلند هست. یعنی باید اینا رو از دیزنیلند. و این معروف ترینشونه میتونم بگم که برای دیو و دلبره. و اینم چراغ میخوره توش. Look, this is so cheap. اگه درست یادم باشه مثلا 7 میلیون بود که کمتر، یکم مثلا 5 میلیون و این 1,400,000 اینا میشه. و چراغ داره. خیلی دلم میخواست زودتر میومدیم چون خیلی چیزای جالبی داره ولی متاسفانه وقت نداریم اگه بخوایم برسیم بهشون. بعد این چون که تو بیرون شهره خیلی حتی ارزون تره، مردم میان اینا رو که نمیخوان میفروشن بعد دست دوم میان ما برام میدن. گوشی دسته بازی لپتاپ همه چی دارن. دوربین Oh my god, it's a kid, this one. خیلی قیمت ها. This one is expensive. Yes, I like this one. It's so funny. همه چی میتونید پیدا کنید. اینا رو چقدر این اصلا نمیدونم چیه ریکورد های قدیمی کیس.
وای تلفن رو بوی کهنگی میاد اینجا حقیقتا. وای من یادم مامانم از این گوشی ها، نه اینکه گوشی نیست ولی یه چیز شبیه اینو داشت. از این گوشی ها یادم مامانم داشت. بوده گیتاره خیلی هم گرونه هست. 10,000 تا میشه 70 میلیون. سبزه رو دارم میگم. وای خیلی جذابه. من عاشق گیتار الکتریکم. ホビーオフではフィギュア、プラモデル、モデルガン。Just touch. You press it yourself. Yes. It's my first time seeing this. هیچ وقت ندیدم در مترو رو خودت وا کنی. همیشه خودش وا میشه. دیده بودم مثل این که تو داخلشه مثلا در مترو رو وا کنی مثل این یه زوم بشه مثلا این داخل خودت میزنی وا میشه یا بسته بشه ولی از بیرون تا حالا ندیده بودم. انقدر براتون ولاگ دارم بهتون یعنی بگم من 10 تا ویدیو 10 تا ولاگ دارم که هنوز ادیت نشده. رزرو شاممون برای 10 دقیقه دیگه است. یکی از دوستان رفته رزرومون رو زده و حالا سریع خودمون رو برسونیم چون که تایمر داره. پستشو گذاشتم توی پیجم، توی شورتای اینستام هست، همون تاب هدا، یعنی هر چقدر که دلت بخواد میتونی گوشت بخوریه چون تایمر داره و سریع بریم وگرنه انگار از تایمی که میتونیم سفارش بدیم کم میشه. بفرمایید. بعد بارکد که میکنیم اینجا یا کارت یا پول نقد رو میزنیم و حساب داری ولاگ میگیری؟ وای ژاپن توی آینده بذار من امروز ولاگری کنم. بچه ها سلام، اینجا ولاگ مدیسا جونه اومده بودیم یا کلیک بعد ژاپن توی آینده زندگی کنه. اینجا سلف رجی دارن. سلف که یعنی خود، رجی هم یعنی صندوق، یعنی صندوق خود نه؟ یا خود صندوق خود پرداخت. آره همچین چیزی. بعد آره اوکانه رو وارد اینجا میکنی. اوکانه چیه؟ پولو میذاری اینجا. آره همون میذاری نه دا باید وارد کنی. ای خدا اینا رو نذار تو رو خدا. اومدیم بریم کاراوکه و بعدش واقعا میگه میریم خونه. این اتاقی که بهمون دادن برای کاراوکه من تو این 2 سال تا حالا اتاق به این خفنی نیومده بودم. بعد اینجا چیز دیجی میده. زنگوله داره. اسم من ایدیه نیا